با درست چی؟ درست چی؟ با درست چی میسنده این چیز؟ خب کسیش دود بدی دود میگیره ویدیو نه دیگهش نباید بکش. دود ساله حالیش خودت ارزان نفروش تو قیمتت بازم. خب 3 داشت دودتو بذار کنار. دود ندارم. آفرین. 3 2 1 یه چیزی من یادم رفت چی بگم داشت بذار میگی. تو بگو. خب بریم بسم الله الرحمن الرحیم. خودت کن. 3 2 1 خب بچه کجا بریم؟ جواب بده خب. آجی یه رول دیگه بزنیم. این پشت صحنه ها رو نگه رو بعدن جذاب میشه. آقا میگم داداش کجا بریم؟ میگی داداش من دو هفته است میخوام برم رستوران نمیتونم. نرفتم حواس پیتزا کردم بریم. میگم داداش باشه بریم. حواس پیتزا کردم بریم. میپرسم داداش چقدر فقط تو کارتته؟ میخوام ماشین رو روشن کنم. میگم داداش چقدر تو کارتته؟ میگی چقدر 10,000 تومان. بعد میگم داداش ولش کن پلن. فریبا سامی داداش چقدر تو کارتته؟ نه آره میگم سامی داداش کجا بریم؟ یه ایده بده. بریم دختربازی هستم. آفرین نگاه کن. داداش این بلاگره. آره این ذاتاً بلاگره. بذار داشت قطع کنم دوباره بگم. داش اینا پشت صحنه داش 20 دقیقه فیلم گرفتم. ولش کن اونو باید تکون بدیم. آره بذار یه سره بره. ادیتور تو ادیت در میاد. بریم داش. 3 2 1 خب پیمان داش داش تو کس خالی یه کات بده. خب بریم ویدیو بگیریم بریم دیگه. خیلی خوبی تو جی. بریم داشت اینا رو استوریم هم کونت پاره شد. با اینک حالا نزدیک ندیدم تو. نه باحاله. خب چون ندیدمت برام جدیده. خب 3 2 1 خب بچه کجا بریم؟ خر داشت با تو ویدیو نمیگم. داشت چرا فرصت استراحت به ما نمیدی؟ من بازیگرم من آفیشم. 3 2 1 پیمان جان داشت برو پایین من با فریبا بگیرم. داشت برو پایین. داشت آخه دارم به سناریو فکر میکنم خیلی جالب میشه. داشت اوکی دیگه جدیه بذار دود بگیرم. داشت من گرممه زود باش میکنم همتونو. بریم 3 2 1 خب بچه کجا بریم؟ تو از جلو نمیبینی خواهی رو. تو عقب بشین. خیلی خوب بود. من شیشه رو بدم پایین فقط گرمم. باید سویچو بندازی توش. توش نیم واسه روشن کنم. چرا سناریو روشن کردن ماشین بود. آره خوب شد هوا حاجی. اینو زودتر با می‌کردی. میمردم بریم پس می‌شدم. بریم داداش بگیریم حاجی ما جدی باش پیما. حاجی من خوب بازیگر نشم مادرم کار کرد. برو خب 3 2 1 داداش یه چیزی بگم 3 2 1 نگو یهو بیا تو کار. نمیشه داداش بعد 3 2 1 میگی من اصلا باید برش بزنم داداش. اوکی برو بریم 3 2 1 بچه‌ها کجا بریم ایده بدین ایمان جان. داداش نریم یه پیتزا بزنیم. واقعا نمیخوای بری پیتزا بزنی که نریم یه پیتزا بزنیم. یه بارم که من نخندیدم. اوه چه پیتزا خنده چی؟ بعد میان کسکشو چت کنیم ویدیو بگیریم. چه میشه؟ نه ولش داش بریم ولاگش کنیم. نه اوکی بریم سریع بگیم. خب بریم 3 2 1 بچه کجا بریم؟ یه ایده بدین پیمان. داش پیتزا نریم بزنیم. کانچه میخندی؟ دفعه قبلی داشتم درست گفتم خندیدی. نه داش نباید اونو بگی. باید بگم یه پیتزا بریم بزنیم. نه دیگه 2 هفته است میخوام برم پیتزا بخورم.
آها 2 هفته است میخوام من پیتزا بخورم، بریم پیتزا فرصت بزنیم. نمیشه، بریم یه فرصت رستوران. بریم آقا. 3 2 1. خب بچه‌ها یه ایده بدین کجا بریم؟ یه پایین تو حاجی تا پیاده شدی صداشون در اومد. بشین صداشون در اومد. بشین بگیریم دیگه. داش بگیریم میشه نگام نکنی همین؟ خودش باید بپرسم ازت دیگه. بپرس با سوال اول از این چاقال بپرس. نمیخواد داش میری خودمو تو ویدیو سریع وارد بکنم. اوکی 3 2 1. خب بچه‌ها یه ایده بدین چیکار کنیم کجا بریم؟ داداش من 2 هفته از غذا پیتزا یادم رفت. داش تو کسخون میگه بعد ویدیو ببینی. 2 هفته از پیتزا نخورد. 2 هفته است میخوام من پیتزا بخورم نخوردم. اوکی بریم آقا. بریم 3 2 1. خب بچه‌ها یه ایده بدین کجا بریم؟ ببین خب کسی نماز میخندی الان چیش خنده داره؟ دقیقا چیش خنده داره؟ من بگو کسکش داداش این داره میخنده صدا خنده